این آهنگ دوباره میسازمت وطن دلم میمونه تو لندن لانه جمهوری اسلامی عرض کنم حالا ما اونا کاری نداریم اونا که رفتنی هم داریم جاسد واقعیت که من یعنی 32 سال تجربه کردم دیکتاتور 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 عرض کنم ولی مشکل من همیشه نگاه کردم خیلی معتقدیم ما همیشه میگیم چجوری بگم به کسی برد نخورده ما زود رنج شدیم موقعی که میگم این آلمان من فکر کنم همه ترور میخواهد کرد همه اعدام حکم اعدام من تو صادر خواهد شد ولی در رابطه با این آهنگ اینو عرض کنم که من پیدا کردم که این مسئله ساختن برای من 3 تا معنی تازگی دارم دنبال 4میش میگردم 3 تا معنی داره زیرزمینی ساختن خیلی توی شهرستان میسازن اینو توی یه دفع میسازن یه دم میسازن محکم ما امیدوارم جزو افرادی باشیم که برای آینده مملکت بسازیم اون سازش های زیرمیزی و اینا جز این مبارزات رو به تغییر بدازه این چیزی برای اینکه این صدای زیبای شما رو ما دوباره بشنویم من موقعی که این آهنگ رو میخونم از شما جواب میخوام مثلا میگم دوباره میسازم وطن یه چیزی میخونم شما اون دقیقا همون دوباره میسازمت وطن اگرچه با خشت جان خویش بسیار زیبا این رو در طول آهنگ با هم بخونم چه با خشت جان خویش ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوان دوباره میگویم از تو نسل جوان تو دوباره میشویم از تو به سیر عشق رهان
همزبانی باید